امام علی شریفویچ گرامی، من میدانم که شما مرا دوست نمیدارید. من میدانم که شما بارها میخواستید مرا دستگیر کنید، به زندان کشید و یا کشید. اما خدا را شکر من بزرگترین جاندار، من بزرگترین تلیخرانی تو دارم و جانداری من، تلیخرانی تلی من پروردگار است. یاد دارید سال 2001 با فشار شما، با پافشاری های شما مرا در مسکو بازداشت کردند و زندان کردند. شما از خرسندی برای من نقل کردند که میرقصیدید که انا دشمنی مرا، آخرین دشمنی مرا دستگیر کردند و هزاران بار به خدا شکر که همان روزی که به دست من زنجیر زدند و مرا به زندان پرتافتند، در گوشه های مختلف دنیا مردم به حمایت من برخاستند. یاد دارید اظهارات پرزیدنت فرانسه ژاک شیراک، اظهارات وزیر کارهای خارجی آلمان یوشکا فیشر، با پا خیستن تشکیلات‌های بین الخلقی با نفوذترین روزنامه‌ها، رادیوها و تلویزیون‌ها سبب شد که من آزاد شوم. و اگر و شما نامردانه برای من حجت سند آماده کرده بودید که گویا که من دشمن خلق هستم، گویا من تروریست هستم، گویا من قاتل هستم، گویا من در کشتار آدمان دست دارم، وقتی من این دیله را میخواندم موی سرم راست خیست. خدا را شکر که فشار بین الخلقی بود و خدا را شکر که فشار بین الخلقی بود و دستگیری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که مرا آزاد کردند. هنوز من در زندان بودم که شما خرسندانه میگفتید اگر دادا جان را به تاجیکستان بیارند من با دست خودم به دار می آویزم و این روز نرسیدید. یاد دارید شما گویا مرا عفو کردید. من به دوشنبه آمدم، چند روز بودم، 1 هفته قریب بودم، لیکن من فهمیدم که شما مقصدی زشت دارید. شما مقصدی بازگشتن مرا نداشتید. بعداً از یک طرف شما میخواستید مرا نیست نابود کنید، از یک طرف شما مرا جنایتکار محساب بدید، از طرف دیگر مرا عفو میکردید و باز همیشه در مغزتان، در سرتان فکری از بین بردن من بود. 1 سال پیش قاتلان شما به جان من سوء قصد تشکیل کردند و کارد زدند و به دل من کار زدند. خدا را شکر که من زنده موندم. بعد این برآمد شاید شما باز عصبی می شوید و شاید باز ند شما وزیر امنیت یا وزیر کارهای خارجی می دود که امام علی شریفویچ اجازت دهید ما دشمن خلق را نیست کنیم. خواهش میکنم این نقشه ها را از سرتان دور کنید و دانید که اگر شما دادا جان عطاالله را میکشید، در تاجیکستان هزارها دادا جان عطاالله ها هستند. هزارها عطاالله ها در مسجدها امروز نماز میخوانند. هزاران عطاالله ها امروز در اودیتوری های استودنتی درس میخوانند. هزاران عطاالله ها در جنگل روس، در کشتزار قزاقستان، در دشت‌های ترکمنستان کار میکنند و آنها راه ما را دوام میدهند و آنها هم سربدار هستند و آنها هم ناموس دارند، شرف دارند و تاجیکستان را حمایت میکنند.